جوانی از روسیه، جوان تاجیک، اون جوانان مخلص تاجیکستان وقتی با من نگاه میکنن اشکایشان میریزد. روسیه کجا؟ هرات کجا؟ گفتم تو ثروت بزرگی برای اسلامی، تو ثروت بزرگی برای دینی. من دست تو را میبوسم جوان عزیز. اینا انسانن، اونهایی که معتادن اونا حیوان نیستن. اونا انسانن. متوجه حیوانات میشیم کجا میرون، چه کار میکنن؟ متوجه ثروت‌های بزرگ نمیشویم. قدر این جوانها، اینها معادنن، قدر از اینها را بدانید. الله رب العزت و الجلال جوانهای ما را مستقیم داشته باشد و اینها را رب العزت و الجلال در پناه و عصمت خود داشته باشد. مریضهای امت اسلام را برادر خد روان کرده و همه مریضهای امت اسلام را شفای عاجل و کامل عنایت بفرماید. رب العزت امنیت سرتاسری نصیب این ملت مظلوم ما بگرداند. خداوند افکار و اندیشه های جوانهای ما را شگوفا بگرداند. رب العزت ترقی و تعالی را نصیب این جوانان بزرگوار بگرداند. اقول قولی هذا استغفر الله لی و لنا و لکم و لسائر المسلمین.